اینکه دقیق‌تر بدونید چه دستگاهی تو چند وات بخرین، این دستگاه رو چند وات بخرین، من تو یوتیوب کامل آموزششو میذارم که دستگاهتون هیچ زود خراب نشه. اصلا با این بخش از کلیپ اومدم بهتون آموزش چطوری چه دستگاهایی رو چه دوری رو چه واتی بخرین که هی نسوزه برید تعمیرگاه. جلوی ضرر شما رو من تموم سعیمو میکنم که بگیرم. پس تا آخر این کلیپ همراه من باشید. خوب از دلم دستگاهی که من اینجا داشتم خوب بود، ازشون راضی‌ام، میخوام بهتون معرفی کنم. دریل و رنده برقیم که محکه رو اصلا راضی نبودم بهتونم معرفی نمی‌کنم. اونا رو به این جای دیگه اگه تونستین پیگیرشین که دست خوش دارین. دستگاهی که من از همشون راضی‌ام و بهتون میگم که اولی فلز گرم بلنده با این حجم سبکی، دستگاه نیک. حالا شما اگه تونستین متابو بگیرین یا توسن یا دستگاه دیگه هم خوبن. یک دستگاه متوسطیه، 500 وات و 28000 دور داره، یعنی دورش خیلی بالاه. برای دستگاه بعدی که دستگاه پولیشمون باشه که پدای بزرگ روش وصل می‌کنیم و قدرت بالایی داره، 10020 واته که این من واقعا از این راضیم. دستگاه رو دست دو خریده بودم، واقعا از این دستگاه DCA اگه میتونین همه دستگاهتون رو از این بگیرین. هم اینه، همون اره محمودپور که الان دقیقاً بهتون میگم. و دستگاه بعدیمون که مینی سنگ دیمردار نکه که واقعا من ازش راضیم، ولی تو این پوست ضعف داره میشکنه که وات این چند وات این دستگاه 1200 واته تو این حجم اندازه، یعنی دستگاه خیلی خوبیه. رونیکسش هم خوبه 1200 واته. و در نهایت که این خیلی مهمه، اگه بتونین الان اینو تو بازار جور کنین که الان خیلی فکر کنم گرون شده، در 12 تومن قیمتشه. من اینو دست دو خریده بودم، 580 واته. بعد حتما باید گیر بوکسی باشه. غیر از گیر بوکسی من اینجا دارم، از اینجا بگیرید. این اصلا خوب نیست، اصلا هیچ آشغالی رو کارهای MDF هم ازش استفاده میکنم. اصلا اینو نخرید. کانالمون هم حتما سابسکرایب کنید، چون من کلی نکته های ریزی که تو آموزش دهنده ها تو کلاس های آموزشیشون میدم من اینجا در اختیارتون میذارم بدون هیچ هزینه ای. پس حتما بزنید دکمه سابسکرایب، زنگوله رو هم فشار بدید. من نمیدونم چیه، تازه اومدم تو یوتیوب، ولی این کارو انجام بدین. عاشقتونم.